خب اینجا دم یک مکتوب دیگر را میخوانیم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من یکی از زنهای گناهگار التماس یک سوالی دارم، سوال اون رو پر را جواب دهید. من 3 ماه پیش شوهر کردم. اپم به خانم آمد، خوشتامنم در خانه نبودند. از اولاد شوهرم هم کسی نبود. با آنها مهمانداری کردم. اپم مرا از راه بیراه کرد. از بس که من حامله‌دار بودم، شوهرم مرا به نهایت دوست می داشت. چون گوهرک چشم من هم او را دوست می داشتم. شوهرم را مجبور کردم که من دیگر در این خانه زندگی نمی کنم. مثلا اپاش آمدن گفتن که خیلی همیتا پرینسیپ بمان که ما دیگر در این خانه زندگی نمی کنیم. مقصد این خسرو خوشتامن و این اولاد اجداد و اینهایی که در این خانه هستند، من که قوت خدمت اینها را ندارم، من خانه جدا میخواهم. همین گفتن در پیش شوهر بگذار. شوهرش که آدم خوب بوده است، مثلا اینا از فرصت استفاده بردن، از سادگی همین جوان استفاده بردن و چیکار کردن؟ همین پرینسیپ در گردن همین جوان ماندن. خب و این زنم هم تا گفتند من با تو دیگر زندگی نمی کنم، در کجای نباشد اجاره می نشینم، لیکن در خانه پدرت نمیستم. این دلالتی بود که از طرف اپای این زن و این زن بود. خب شوهرم راضی نشد. خوش به حالش، جوانی بغیرت بوده است، جوانی ساده نبوده است، جوانی که گویم که 1 دقیقه در پیش پدر و مادر از 100 زن بالا میدونسته است. جوانی بغیرت، جوانی بناموس. خوش به حالش. خب شوهر راضی نشد، رفته کودکم را ابورت کردم. شوهرم گفت چرا از من ناپرسیده این کار رو میکنی؟ خب ناچار شد و گفتا چرا از نعمت خدا ناشکری کردی؟ فرزند را غلطانیدی. من او را گفتم اگر اجاره نگیری مرا طلاق بده. مثلا این گپ همین است، فقط یگان خانه در اجاره می نشیم. خب مرا زاره میکرد. نگوی این خیل گناهگار میشوی. اون جوانی بوده، همین جوانای در مسجد ما و شما وری بچه‌های که میان گریه میکنن که مقصد ما بس همون زندگی میخواهیم. ای خدا ترسی ایده این نکن. خب این خیل نگوی گناهگار میشوی. گوش نکردم، فقط به او میگفتم مرا طلاق بده. شوهر از ناچاری مرا طلاق دادن. از بین هفته نگذشت آنچنان پشیمان شدم که دیگر حد و کنار ندارد. اکای حاجی میرزا اگر علاجش باشد برای من یگان روایت بیاو. سر خواهشی خوب. راستی بار این مکتوبه های هستن که وقتی میخواند انسان اکو این حیات همگانی ما و شما هست. این در اکثری خاندانای ما و شما این مسئله گویم همین خیل عملها رخ میدهند. لیکن بدیلم در خانه گفتم خواهر عزیز مصلحت از اپد رفته بگیر. دیگر از ما میتونی مصلحت نگیری، پیش اپد میروی. همون اپایی که تو را بیراه کرده، همون اپایی که تو را در همین راه دلالت کرد، اکن نزد خانش برو. من به نام پروردگار این گویم که قسمی در پیش پروردگار کفارت دارد. خواهر عزیز این قدر گفتنی هم که اگر همین اپد تو را اگر از چند روز زیاد در خانش راه داد، من نام عوض میکنم به نام خدا. اگر تو رو گو که این من دلالت تو را اجرا کردم، این کار تا جای اومد که این مرد مرا طلاق داد،
من دیگر جای ندارم. اکو در خانه تو نیستم. کنی بین اپت با تو چی معامل میکنه. خواهر عزیز، دیگر کسی تو را نمی بردارد. دیگر کسی دیگر غم تو را نمی خورد بجز انا همین شوهری که او را مجبور کردی تو از او طلاق گرفتی. بسیار جای خیلی جای تأسف است، خیلی جای تأسف است. هیچ وقت دادرای عزیز، مادرای عزیز، پدرای عزیز مجبور نسازین که برای شما دخترهای عزیز روین و پرینسیپ مانین و خانه های جدا کنن. هیچ وقت با پرینسیپ زندگی نکن. پرینسیپ قطعی زندگی کردن ناممکن است. برعکس شما نصیحتتون این باشد دختری عزیز، خواهری عزیز، از همین روز اعتبارا تو در من دیگر در کار نیستی. رو مرده تا ببین و زندگی تا کردن بگیر. همین سخن باید از ما باشد. همون روزه که اگر شوهر ناراضی کردی، ناراحت کردی و خانه من آمدی، من از تو بیزار هستم. برای من این خیال دختر در کار نیست. انا این نصیحت باید از پدر و مادرها باشد. دختر اون حالت خدمت میکند. وقتی در بخک گوشش در آمدی و نصیحت کردن گرفتی، عاقبت تو زندگی رو تلخ میکنی. افسوس که زنها که نمیدانن حرمت شوهر چیست، نمیدانن که شوهر چی نعمت است، پس به این راه های نادرست میره. دوره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود. دوره رسول الله بود. زنها آن مقدار شوهرها را دوست می داشتند که تیار بودند که جان اونها را خدا قبض کند و به شوهرها یگان زیان و ضرر نیاید. اونقدر شوهر دوستدار بودند. مادر عزیز، خدا شما را شوهر دوستدار کند. خدا در ذهن شما محبت شوهر اولین درجه گذارد. باری میگوید یکی از مردها که بیابان کار میکردن، گرمی های سخت بود، بیگاه به خانه آمد. زن که زنی خدا ترس بود، زن که زنی به قدر شوهر میرسید، زنی مسلمان بود. همین برای زن از همه مهم که شوهر احترام کند، در وجود او ترس خدا را جای کن، تمام دیگر خدمت ببین. زنی خدا ترس که بود، میدانست حقوقهای شوهر که میدانست. دیگر شوهرش بیگاه آمد و لب و دهان همه خوش. زنه گفت یک ظرف ده آبم بیار. ها زنه ببینین، غمخواری را ببینین. میگه در او رفت و در یک ظرف آب آورد، لیکن بالای ظرف پر از خس بود. خس میدانین، باقی مانده گندم، همون که میگیم یا خس میگیم، بالای آب پر از خس کرده است. شوهرش وقتی که گرفت، آدمی تشنه، آدمی لبها خوش، خواهشاتی در آب، آهسته می نوشید که تا که همون خسها در حلقش نرود. بعداً بود کرد آب و گفت، زنه گفت این چی کار بود تو کردی؟ آخر من آدمی تشنه، آخر این قدر حلق من قاق، این عمل تو کردی، من بسیار آهسته عاقبت تشنگیم شکست، لیکن دیرتر. گفت مرده گفت من از پیغمبر خدا شنیدم که اگر وقتی انسان بسیار تشنگی سخت او را غلبه کند، یک باره اگر آب نوشد، جگری او علتی می شود. من به این خاطر این خسها را گذاشتم که تو آهسته نوشی و در جگری تو یگان درد و غم پیدا نشود. خواهش ببینین، مراد ببینین، گمان ببینین که در وجود تو یکی جگری تو دردمند نشود، وجود تو در درد نماند. بله البته خسها که در بالای آب، این عقل ببینین، این فراست ببینین. حضرت شیخ سعدی می گفت هر کی را خانه آباد و همخوابه دوست، اگر برای کسی که خداوند این گونه زنی با توفیق دهد، این گونه زنی خوب نصیب گرداند، هر کی را خانه آباد و همخوابه دوست، خدا را به رحمت نظر سوی اوست. اگر کسی که این گونه زنی خدا ترساند، این گونه زنی غمخوار شوهر دارد،
پروردگار نظر رحمتش بر بالای اون جوان و بر اهل این خاندان است. امام احمد حنبل خواهر عزیز، من برای تو این حجت ها را میارم. امام احمد حنبل صاحب مذهب بودند، زنی بسیار بسیار خدا ترس داشتند. خدای مهربان دعا میکنیم که جمله زنهای خدا ترس از زیاد کند تا که این مردم ما سرسان و سرگردان نشوند. امام احمد حنبل میگوید، زنی و حکایه میکند که وقتی که خانه می آمد امام احمد حنبل که از تار سر تا گویم که کف پا از خدا می ترسید، وقتی می آمد میگد که من در چهره وی شادی را می دیدم، به سوی خدا شکر می کردم که شوهر من شاد است. ببینید وقتی که خانه می در آمد، مقصد به چشماش نگاه می کردم، به چهرهش نگاه می کردم، از چهره او می فهمیدم که همین حالت شوهر من چگونه است، طبعش خیره است یا طبعش خیره نیست. وقتی که طبع او خیره نمیشد، به سوی خدا میگفتم هزارها شکر که شوهر من امروز طبعش خیره نیست. وقتی که اگر در چهره او غم میدیدم، پس میپرسیدم ای احمد، غمی در چهره برای چیست؟ اگر میگفت که کار دنیا ماندم کرد، کفاکه میگفتم. ببینید اگر میگفت که کار دنیا مرا مانده کرده است، من برای او میگفتم کفاکه، یعنی ای احمد همین قدرش بس است برای دنیا، دیگر محنت نکن، دیگر زحمت نکش. من راضی هستم که گرسنه مانم، لیکن از او یکی یک لقمه حرام میخورم، من راضی هستم. همین قدر در دنیا کار کردی بس است. لیکن وقتی اگر میگفت امام احمد حنبل برای من میگفت که زنک، این غمی که در چهره من میبینی غم آخرت است، زن امام احمد حنبل در این چی میگفت؟ زادک الله، دعا میکرد که خدایا اگر این غم تو غم آخرت باشد، خدایا غم آخرت احمد حنبل از زیاد بگردان. ببینید غم از آخرت باشد، دعا میکرد زنش خدا غم شبا زیاد کن، مثلا همون غمخواری به آخرت زیاد کن. زیرا که صاحب 4 کتاب میگفت غم دین خور که غم دین است، همه غمها فروتر از دین است. غم دنیا مخور که بیهوده است، هیچ کس در جهان آسوده است. بله مثال شما حضرت دعا میکردن که خدا اگر غمت غم آخرت باشد، خدا زیادش کردانه. مقصد در غم آخرت شوهر دعا میکرد، اگر از حساب دنیا مانده میشد میگو که شوهر بس است، کفاک بس است، دیگر پی دنیا را نگرد، پی دنیا را نگرد. زیرا که در قصه ها میارد که یک مرد بسیار آدمی با دولت بود و یک چشمش کور بود. میگن آدمی با دولت بوده است، با ثروت بوده است، یک چشم کور داشته است. قریب چند سال با زن خود زندگی داشتند. به ناگاه یک روز این مرد اون ثروت و دولتی که داشت آهسته آهسته از دستش رفت و آدم نادار شدند. بعدن وقتی که به خانه آمدن دست خالی، هر روز با دست پر می آمدن. اکو زن ببینید دنیا پرستی مثل خواهر ما که فقط خانه جدا می خواهد. بعدن میگه زن نگاه کرد که دست شوهر که خالی است، در او به چهره مردک نگاه کرد و گفت مردک این چشم تو کور بود است کو؟ مردک میگوید گشت و گفت، زنه گفت بله یک چشم من کور است، وقتی نکاح کردیم موقعم چشم کور بود کو؟ گو راستی بار من این طی چند سالی که با تو زندگی داشتم، دستات که پر می آمد من به دستت نگاه میکردم، به چشم تو نگاه نمیکردم. امروز که دست تو خالی شده است من نظر کردم که تو کور بودی. مردک میگه گشت و گفتن که بله خدا یک چشم مرا نه 2 چشم مرا کور کرد که مثل تو بر این زن دنیا پرست و زن از خدا به خبر برای خود انتخاب کردم. بله خواهر عزیز، حبیب خدا میگه خیر النساء من نظرت الیها سرتک. خواهر عزیز بهترین زن، پیغمبر خدا میگه همون زنی هست که شوهر در جمال او دیدن برابر تمام خستگیش دور شود. خواهر عزیزان او به جانب یک برادرت است، همسینفت است، یک آدم کوچک، آخی دهنت اگر 20 سانتی متر در کار باشه که آدم میکنی میخندی، او تو خنده را تبسم همه شبسوی شوهرت کن.
آخه حق تبسم دیدن و مهربانی و شیرینی چشم تو را چشیدن حق شوهر است. حبیب خدا میگوید بهترین زن انا همون زنی است که مردک وقتی که در خانه در آمد زن چنان نظر کند، چنان مهربانانه توجه داشته باشد که مرد تمام خستگیش دور شود. و اذا امرها اطاعته. دویم چیزی که زن بهترین زنها میگرداند این بود است که وقتی شوهر امرش کرد اطاعت شوهر کند، اطاعت اپش نکند، اطاعت آچش نکند، اطاعت دیگر قدردانهاش نکند، اطاعت شوهر کند. از خط کشیدگی شوهر بیرون شود. حبیب خدا میگوید بهترین زن همون زنی که مرد در چهره تماشا کردن در تمام خستگیش دور شود. دیگر این که امرش کند اجرا کند. و اذا غاب عنها حفظه. وقتی که اگر غایب باشد نباشد در حق نفس خودش و مال شوهر چی باشد محافظ باشد. این از خواهر عزیز بهترین زن. و این خاطر ما اکو یگان روایت نمیدانیم، ما برای طلاق مثال حل کردنش برای یگان کسازی چیز فتوا دادگی نیستیم. فقط شوهرتون صحبت کنین، اگر رازگی دهد برای زندگیتون میرین مرکز اسلامی، اونجا برای شما چی دلیل و چه حجتی که دهد. فقط من نصیحتم برای این بود که خواهر عزیز هیچ وقت دلالت کسی را برای خود اختیار نکن مگر چیزی که شوهر برای تو میگوید.